سلام، اسمم میناست. 24 سالمه. یه چند وقتی بود که خوابهای خیلی ترسناکی میدیدم. به قدری دیگه خوابهام ترسناک و وحشتناک بودن که دیگه از خوابیدن و وحشت داشتم و میترسیدم. آرامش کلن از زندگیم رفته بود. از همه کلن بدم میومد. با هیچ کس دوست نداشتم صحبت کنم. دختر شادی بودم. با همه دوست داشتم شوخی کنم، دوست بشم. اما بعد از این اتفاقات حالم خیلی بد شده بود. گوشه‌گیر، همش ساکت، توی خودم بودم. پدر و مادرم همش با هم صحبت میکردن. مینا جان، چه اتفاقی برات افتاده؟ چرا چند وقتی که اینقدر ساکتی؟ چرا هر شب با دود و فریاد از خواب بلند میشی؟ این کابوسا که میبینی به نظر خودت اتفاقی توی زندگیت نیفتاده که باعث میشه این کابوسا رو ببینی؟ خب بهمون بگو که چیه؟ واقعیتش خوابهام انقدر که ترسناک بود من اصلا جرئت نمی‌کردم که بازگوشون کنم. بعدش هم که اون اتفاقات لعنتی افتاد. خدای من، زیاد وارد حاشیه نمیشم، فقط داستانم رو با جزئیات براتون تعریفش میکنم. نمیدونم والا چه اتفاقی برای من افتاده بود که هر شب کابوسا که خیلی وحشتناکی میدیدم. اینقدر وحشتناک که حتی بعضی وقت خودم رو خیس میکردم از ترس. مادرم متاسفانه از این زنهای خرافاتی بود. همش میگفت که برای دعا گرفتن، تو رو سحر و جادوت کردن. اما من خودم به اینجور چیزا باور نداشتم. پدرم هم همینطور، زیاد اینجور چیزا رو جدی نمیگرفت. اما مادرم هر روز 24 میومد کنارم مینشست که برات دعا گرفتن، تو رو سحر و جادوت کردن، تو موفق شدی، تو رو چشمت زدن، فلانت کردن، بیسارت کردن. منم میگفتم مادر جان ول کن اینجور چیزا رو، بابا تو رو خدا ولم کن. اما ول کن نبود. آخرش انقدر گفت که بالاخره من رو برد پیش یه دعانویس. تو منو دید، اونم شروع کرد به جو دادن. تو دختر خوشگلی هستی، تو موفق هستی و از این جور چرت و پرتا. و در آخرم حرف مادرم رو زد. تو رو یکی از همخوناگی پدرت برات طلسم گرفته و میخواسته که تو رو زمینت بزنه. هر چقدر که بهش گفتم که خب بگو کیه، اسمش رو بگو، دست روی قرآن میذارم که هیچ کاری نمی کنم که باعث به درد سر افتادن تو بشه. اما بهم نگفت که نگفت. دیگه زیاد با پیچش نشدم. یه 2-3 تا کاغذ پاره داد به مامانم، گفت که هر شب قبل اینکه دخترتون بخوابه این رو بالا سرش دود کنید و دودش رو استشمام کنه. دیگه خواب بد نمیبینه و اون دعایی هم که براش گرفتن کاملا باطل میشه. مامان ساده منم هر شب دقیقا همون کارهایی که این دعانویس بهش گفته بود رو انجام میداد. بچگی بودیم کاغذ آتیش میزدیم. همین جوونم که بودیم الکی برای شوخی توی مدرسه آتیش میزدیم، مینداختیم روی سر و کله هم دیگه، یا داخل کلاس دود میکردیم و معلما میومدن با همون دعوا میکردن و اخراجمون میکردن از کلاس. بوی کاغذ رو دقیقاً یادمه. اما کاغذایی که این پیرمرد بهمون داده بود اما مادرم هر شب دودشون میکرد یه بوی بسیار بسیار متعفن و بدی میداد که اصلا شبیه بوی کاغذ دود کرده نبود. مادرم هم همینو میگفت که ببین رفتم برای دعای خوب گرفتم، هر طلسم و جادو و چرت و پرت و نجسی که برات گرفته باشند رو باطلش میکنه. اما وضعیت من خوب که نشد هیچ، بلکه بد و بدتر و خیلی بدتر از قبلش شد. کابوسام بیشتر و خیلی ترسناکتر و وحشتناکتر شده بودن. هر شب چند تا موجود رو میدیدم که دائم به من حمله میکردن و وقتی هم که به من میرسیدن انقدر منو کتک هم میزدن که حد نداشت. راستی این رو هم بهش اضافه کنم، اینکه هیچ وقت کتکاشون رو توی واقعیت من دردش رو احساس نکرده بودم و اینکه هیچ کبودی یا خون مردگی روی بدنم هم نیفتاده بود. حالا این رو داشته باشید که بعداً باز دوباره به این نکته میرسیم و پی میبریم. خلاصه که من هر شب همینطور کابوس میدیدم و با همین کابوسا داشتم زندگیم رو میکردم. درسته زجر میکشیدم،
از خوابیدن می‌ترسیدم. وزنم داشت هر روز هی کم و کمتر میشد. زیر چشمام کبودی افتاده بود. اما هر چیزی که بود حداقلش روزها آرامش داشتم. همه چیز ساکت، درسته که گوشه‌گیر بودم، اما با خودم آروم بودم و راحت بودم. اتفاق بدی برام نمی افتاد. مادرم باز تو رو جادوت کردن، دوباره جادوت کردن. توی این خونه حتما یه نفر میاد خبر میبره و میاره. نکنی یه وقت بابات میره تعریفی کنه اشتباهی ولی اونا میان برا دعا میگیرن. نکن اصلا خودمون از دهنمون پریده. مینا تو یه وقت به کسی نگفتی؟ مادر جان دست بردار، تو رو جون هر کسی که دوست داری دست بردار. اما دست بردار نبود که آخرش همینطوری زندگیم رو نابود کرد. بگذریم. دوباره پیش این دعانویس اون دعانویس، این دعانویس اون دعانویس، که باز من احمق خرج شدم و رفتم پیش دعانویسی دیگه که مامانم معرفی کرد. دختر جون برای دعا گرفتن، بختت رو بستن، زندگیت رو نابود کردن. بیا این کارایی میگم رو انجام بده تا اون دعای نجس باطل بشه و زندگیت درست بشه. یه چاقو برداشت، یه چند بار روی سرم زد، دورم خط کشید، یه سری دعاها رو خوند و بعدش بهم گفت که برو خونه و سعی کن که 3 شنبه و 5 شنبه به حموم نری. و یه دعایی بهم داده بود که هر شب مامانم به زور میگفت که بلند جلوی من بخون تا بدونم که به دستورات اون دعانویس عمل کردیم یا نه. هر شب اون دعاهای لعنتی رو من میخوندم، دود میکردم، به خوردم میدادن. خلاصه که هر کاری که فکرش رو بکنید رو انجام میدادم. اما نه، وضعیت من روز به روز به جای اینکه بهتر بشه ای بد و بدتر میشد. کابوسا بیشتر و همینطور وحشتناکتر. دیگه یه جورایی این اتفاقاتی هم که توی خوابم میافتاد توی زندگی واقعیم هم داشت رخ میداد. مثلا در یک لحظه که به این طرف و اون طرف نگاه میکردم چهره اون موجوداتی که توی خواب‌ها میومدن منو اذیت میکردن رو میدیدم. مثلا دور و برم صدا میشنیدم، همش احساس میکردم یه نفر اسمم رو صدا میزنه، مینا، اما هیچ کس دور و بر من نیست، تنهام. خیلی وقتا بوده که همینطور صدا شنیدم اما از ترسم اهمیتی بهش ندادم و خودم رو زدم به اون راه. بعضی از وقتا داخل حموم احساس میکنم که یه نفر داره نگاهم میکنه. حالا داخل حموم اوکیه، همه این وضعیت رو دارن، اما توی بیرونم هم اینطور بودم. مثلا روی تختم دراز میکشیدم انگار که یه نفر دائم هی به من دست میزد. قشنگ میتونستم حسش کنم. یا مثلا زمانی که خواب بودم پتو از روم کشیده میشد یا کلن یه جای دیگه ای بودم. تو اتاقم میخوابیدم، صبح توی آشپزخونه بودم. توی اتاقم میخوابیدم، صبح لخت توی حموم یا دستشویی بودم. بعضی از وقتا از ترسم دست راستم رو با شالم به تخت میبستم که یه وقت به یه جایی نرم یا اتفاقی برام نیفته. اما متاسفانه کلن بیفایده بود. انگار که یه نفر میومد همه اینا رو باز میکرد، من رو دستم رو میگرفت و میبرد به این طرف و اون طرف. حتی یه بار داخل پله‌هامون بودم که از اون روز به بعد دیگه تمام درها رو پدر و مادرم قفل میکردن که یه وقت من به بیرون نرم و اتفاقی برام نیفته. وضعیت من دیگه جدی شده بود، واقعا که خطرناک بود. اگه کسی اقدامی چیزی نمیکرد معلوم نبود که چه بلایی به سرم میومد. هرچند که این اقدامای الکی و احساسیشونم کم باعث دردسر برای من نشدن. اینقدر که توی اتاق من دعا دود کردن و به خورد من بدبخت دادن که منم جن زده شدم. هر شب احساسشون میکردم. اول توی خواب بود، بعدش آروم هی آزار و اذیتشون بیشتر شد. بعدش شد توی بیداری، بعدش شد ساعتی و الان دیگه هر ثانیه کنار من. دائم منو اذیتم میکنن. کتکاشون یادتونه اول بهتون گفتم که فقط داخل خواب بود؟ درسته داخل خواب بود، اما من همونطور که گفتم دردی احساس نمی کردم یا هیچ کبودی یا خونمردگی روی بدنم نمی افتاد.
اما صبحا که از خواب بیدار می شدم بدنم پر از کبودی بود و همون کبودیایی که اجنه منو کتکم زده بودن چقدر درد می کرد. اینقدر درد می کرد که بعضی از وقتا تا خود شب که دوباره می شد می خواستم بخوابم گریه می کردم و آه و ناله می کردم. پیش هر دکتر، متخصص، آزمایش، هر کاری که بگین کردم، اما همشون می گفتن که هیچ مشکلی نداری، هم مشکلی از یه جای دیگه هست. حالم خیلی داغون بود. کلن داشتم دیوونه می شدم. پدر و مادرم هم هر روز می رفتن پیش یه دعانویس و یه دعای چرت و پرت می گرفتن و زندگی منو کلن نابودتر از قبل می کردن. اینقدر که برام دعا گرفته بودن که سنگینی هر کدوم از دعاها روی زندگی من افتاده بود و همون دعاهای لعنتی باعث شد که زندگی من اینقدر به تباهی کشیده بشه. قبل از اینا باز خوب بود که یه بیرون میتونستم برم، 4 تا یا 2 کلمه صحبت میتونستم کنم، اما الان دیگه نه. کلن یه دیوونه روانی. با هیچ کس درست و درمون نمیتونم صحبت کنم چون اعصابش رو ندارم. همش این اجنه لعنتی بندیگوشم با هم صحبت میکنن و میرن روی اعصابم. فلانی از تو بدش میاد، دیدی از قصد این کار رو کرد، تو باید نابودش کنی. پدر و مادرت از تو بیزارن، اونا باعث شدن که زندگیت نابود بشه، اونا رو باید بکشی. خیلی عادی. خواستهای کوچیک اولش داشتن و خواستهاشون آروم آروم بزرگ و بزرگتر شد. اگه انجام نمیدادم دهنم رو سرویس میکردن، اینقدر کتکم میزدن و اینقدر مورد آزار و اذیت قرارم میدادن که دیگه واقعا مجبور میشدم که به کاراشون گوش کنم و عمل کنم. نمیدونم چطور براتون توصیفش کنم. زندگیم کلن شده بود این سگ‌های ولگرد. والله که سگ‌های ولگرد آرامششون از من بیشتر بود. حداقل اونا یه 4 تا آدم احمق بهشون سنگ میزنه. من هر ثانیه داشتم توسط اجنه شکنجه میشدم. پدر و مادرم هم از یه طرف، هی پیش این دعانویس اون دعانویس. هر روزی دعانویس میومد به خونمون و منو به حساب خودش معاینه میکرد که به حساب اونا رو از زندگی من دور کنه تا من دوباره به حالت عادیم برگردم. اما خودشون دیوونه میشدن. اینقدر که اینایی که منو تسخیرم کرده بودن قوی بودن که هیچ دعانویسی نمیتونست اونا رو از بدن من خارج کنه. حالا فکرش رو بکنید که چقدر من داشتم درد و رنج و سختی و تحمل میکردم. به والله که دیوونه شده بودم و خدا دوباره منو نجاتم داد. من واقعا این چیزیم دست خودم نبود. اونا یهو می اومدن با قیافه بسیار ترسناک و وحشتناک کنار من ظاهر می شدن و شروع می کردن به گفتن صحبت‌های بی ربط، حرفای بسیار زشت، بسیار زشت که واقعا نمیتونم براتون بازگوش کنم. اصلا شرمسارم. بعد در همین حین یو پدر و مادر من می اومدن دست و پام رو می گرفتن و صدای قرآن می ذاشتن. اونا اینقدر منو کتکم می زدن و اذیتم می کردن، هر چقدرم که ناله می کردم که آقا اون قرآن رو قطعش کنید، تو رو جون جدتون قطعش کنید، من دارم دیوونه میشم، اینو منو کشتن، اما اونا ولکن نبودن. همینطور صدای قرآن رو زیاد میکردن و فکر میکردن که آره الان من دیگه راحت میشم، اما اونا اینقدر منو کتک میزدن که به هر زور و بدبختی که بود باید اونو قطعیش میکردم. صدای اذان میومد، باید یه جوری اون صدای اذان رو نمیذاشتم که داخل خونه بیاد. در و پنجره رو باید میبستم، گوشبند باید میذاشتم. صدای اذان انگار که صدای گوشخراش بود. دیوونم میکرد، نه منو، اونا رو. اونا که دیوونه میشدن یعنی من رد میدادم. انقدر منو اذیتم میکردن و کتکم میزدن که خون بالا میآوردم. انقدر خون بالا میآوردم که نگو. مریض شده بودم، پیش کلی دکتر میبردن، کلی دوا درمون. هر روز حالم بدتر از قبل، هر روزی داشتم بد و بدتر می شدم. توی سنی بودم که الان همه دختر خواستگار پیدا می کردن یا ازدواج می کردن، اما من واقعا چی بگم براتون. و همه این اتفاقات رو هم از چشم پدر و مادرم می بینم. بیشترش مادرم، چون مادرم باعث این اتفاقات شد.
اگه اینقدر دخالت نمی‌کرد و پیش این دونویس نمی‌رفت، این اتفاقات هیچ وقت نمی‌افتاد. یه خاله داشتم که توی تهران زندگی می‌کرد. نمیدونم از کجا شنیده بود. حتما فامیل بهش رسونده بودن که وقتی این قضیه رو فهمیده بود سریع اومده بود به شهر ما. سریع اومد به خونمون و من رو با خودش برد. به والله که اگه اون نبود من هیچ وقت نجات پیدا نمی‌کردم. هم معلوم نبود که چه بلایی به سرم میومد. هرچند که کلی هم اذیتش کردم. به والله که دست خودم نبود. همش کار اون لعنتی‌ها بود. منو اگه اذیتم میکردن و منو شکنجم میکردن که باعث میشد عصبانیتم رو سر خالم خالی کنم. توی خونشون 100 بار خودم رو خیس کردم و نجس کردم. 100 بار تمام اسباب اساسیه رو شکستم. چون اونا اصلا کنترلم هم دست خودم نبود. فقط چشمام بیننده بود. داشتم فقط میدیدم. هیچ چیزی هم دست خودم نبود. فقط اونا کنترل کننده من بودن. هر کاری که دلشون میخواست رو انجام میدادن و خیلی هم از خدا و اماما و پیغمبر و از اینجور چیزا بیزار بودن. صدای قرآن نباید کنار من پخش میشد یا هیچ کس نباید اسم خدا و پیغمبر و اماما و اینجور چیزا رو می آورد. هر کسی که میگفت دهن من سرویس میشد. خالم زن عاقلی بود. مثل مادرم پیش هر دعانویسی نمیرفت که دعای چرت و پرتی بگیره با یه پول ناچیز که بخواد زندگی من رو درست کنه. من واقعا جن زده بودم. باید من رو پیشه جنگیر میبردن. خالم من رو پیشه شیخی بود. قیافه شیخی میگفت که واقعا آدم کله گنده‌ایه. تا من رو دید یه دعایی زیر لب گفت که احساس سبکی کردم. نمیدونم چی گفت. اون عجینه‌ای که داخل بدنم بودن رو و همونایی که همیشه منو کتکم میزدن رو میتونستم راحت دور و برم ببینم. از من فاصله میگرفتن. کم کم داشتن از من دور میشدن. انگار که از اون شیخه میترسیدن و یه جورایی فرار کردن. شیخه گفت بیا جلو دخترم، بیا جلو. رفتم جلوش وایسادم و گفت که بشین. نشستم روبروش. داشت با هم صحبت میکرد. از که این اتفاقات برات افتاد؟ چرا این اتفاقات برات افتاد؟ همه اتفاقات و همه جریانات رو سیر تا پیازش رو از اول تا آخر تعریف کردم. گفت که دخترم، دعا، سحر و جادو اینجور چیزا واقعا واقعیت داره و واقعا برات دعا گرفته بودن، اما به اون بدبختی که پدر و مادر دنبالش افتاده بودن نبود. نباید این کارا رو میکردن که مثلا پیش هر دعانویسی که دلشون بخواد برن و انتظار داشته باشن که اون دعا یا سحر و جادویی که برای شما گرفته شده باشه باطل بشه. همه این اتفاقاتی که داره برات میفته فقط و فقط به خاطر همین گرفتن دعاها و طلسمای زیادیه. هر کدوم از دعاها و سحر و جادویی که گرفته میشه یه سری موکل دارن که همه اینا ریخته بودن توی خونتون که باعث سنگینی شده بوده که متاسفانه چون همش هم برای تو بوده افتادن روی زندگی تو و میخواستن که فقط زندگیت رو نابود کنن. گفتم حاج آقا الان باید چی کار کنم؟ گفت که فقط کافی که توکل به خدا کنی، بقیهش کلن با من نجاتت میدم، فقط توکل به خدا. گفتم حاج آقا هر چیزی که شما بگید. گفت ببین دخترم تا حالا نماز خوندی؟ گفتم نه. گفت قرآن چی؟ بازم گفتم نه. گفت حالا توی خونتون اسپند دود شده؟ گفتم نه حقیقتا. گفت خب میدونی برای چی دعا به این راحتی رو اثر کرده؟ گفتم چرا؟ گفت که یعنی الان نفهمیدی؟ جوابش دست خودت بود. نه نماز میخونی، نه قرآن میخونی، نه تا حالا یه اسپندی دود کردی. اصلا اماما رو میشناسی؟ میدونی کی هستن؟ سرم رو انداختم پایین. گفت که ببین وقتی برات دعا گرفتن تو داشتی نشونه هایی رو دریافت کردی که یکی از همین نشونه هاشم خوابهای ترسناکت بوده که زندگیت میگفتی که برکت از توش آروم آروم رفته بوده که تو با یه تحقیق ساده میتونستی همه این چیزها رو بفهمی. حالا شاید بگیم یه جزو آدمای روشنفکر بودی و به اینجور چیزها اعتقادی نداشتی. فقط کافی بود که برای باطل کردنش یه اسپند دود کنی. والله که قبل غروب یه اسپند دود میکردی همه این اتفاقات دیگه تموم میشد
و دیگه این همه بدبختی رو نمیکشیدی و این همه درد و رنج و سختی و تحملش نمیکردی. فقط یه اسفند ساده. برای اینکه سنگینی عجینه روز زندگی نیفته فقط کافی بود که روزی 7 بار آیت الکرسی بخونی. برای اینکه چهرت نورانی بشه و هیچ کس نتونه برات دعا یا طلسمی بگیره یا کسی نتونه پشتت حرفی بزنه یا هیچ کسی که قدرت مقابله باهات رو نداشته باشه. نماز دختر جان، نماز. برای اینکه راه و رسم زندگی رو یاد بگیری و دیگه توی زندگیت مرتکب اشتباه نشی. قرآن لازم نیست که تو بیای قرآن رو حفظش کنی یا هر روز بیای با صوت بخونی. شما دخترای جوون که همتون دیگه گوشی دارید، فقط کافی بود که یه سرچ میکردی کتاب فارسی قرآن، ورژن فارسیش رو بخون. خدا نگفته که بخونی ثواب داره، اتفاقا نه. اگه بخونی و معنیش رو نفهمی به جای ثواب به والله که از نظر من 100 برابر گناه داره، چون حرف خدا رو نفهمیدی دختر جان. به نظر من نماز خوندنم باید معنیش رو بلد باشی. همین که سرت رو مهر بذاری به نظر خود کافیه؟ یعنی واقعا ثواب داره؟ خوندن نماز الکی اصلا به درد نمیخوره، باید معنیش رو بلد باشی. قرآن خوندن الکی چه درد میخوره؟ راه و رسم زندگی رو بهت یاد میده دخترم. برو ورژن فارسیش رو گوش کن یا اصلا اگه دوست داری خودت بخون. مطمئن باش که زندگی درست میشه. بعد از کلی نصیحت شروع کرد به مراسم جنگیری. مراسم جنگیری هم نبود، میگفت که اینا همش فقط سنگینیه. حالا من دارم بهتون میگم جنگیری. یه چند تا دعا بالا سرم خوند، بعدش یه سری کارها رو انجام داد که نمیتونم براتون بگم، چون خود دعا نویسه گفت که این کارها رو نباید کسی بدونه، وگرنه ممکنه یه سری اعمال رو یه سری حسود برات انجام بدن و دوباره زندگیت خراب بشه. بعد از اینکه کارم تموم شد به مدت 3-4 روز یه 2-3 باری پیشش رفتم و یه سری کارهای دیگر رو برام انجام داد که خدا رو شکر الان زندگیم کلاً درست شده و دیگه نه خواب ترسناکی میبینم و دیگه هیچ کس هم میتونه برام دعا بگیره، چون همه کارهایی که اون دعا نویسی بهم گفته بود رو انجام دادم. نماز رو واقعیتش نمیخونم، اما روزی 1 صفحه قرآن فارسی رو میخونم. چیزهای خیلی خوبی رو ازش یاد گرفتم. پیشنهاد میکنم شما هم حتما این کار رو انجام بدید. وحیدم، گوینده کانال اسکریم. شاید الان خیلی ها بیان داخل کامنت ها مثلا گارد بگیرن که این داستان دعوت برای نماز و دین و فلان و پشمتان بود. آقا اگه واقعا اینطور آدمی همین الان منو آن سابسکرایب کن و کلن از کانالم برو بیرون. اما اگه واقعا آدم درست و درمونی هستی به حرفام قشنگ گوش کن. ببین چی بهت میگم، بعدش اگه اشتباه بود آن سابسکرایب کلن برو. اینطور آدم چه درد من میخوره؟ آقا من نمیگم بیا قرآن بخون اونم با صوت، یا نماز بخون یا پیشونیت رو سیاه کن و چه میدونم دختر و پسرای مردم رو امر به معروف و نهی از منکر کن یا بیا حجابت رو رعایت کن یا نکن. من دارم میگم آقا درست زندگی کن، به زندگی هیچ کس آسیب نرسون، حرف چی نباش، باعث درد سر برای کسی نشو، غیبت نکن. همه این حرفا رو که من دارم میگم کی بهت گفته به نظرت؟ قرآن. چرا ورژن کاملش رو گوش نمی‌کنی؟ من هر رفیقی دارم و پیش هر کسی که نشستم میگن این استادی که همش چرت و پرته، اما سرشون دائم توی همون این استاس. آقا مگه نمیگی این استا چرت و پرته؟ مگه خسته نشدی؟ آقا میای داستانای من رو گوش میکنی 5 دقیقه اضافه تر، فکر کن که داستان من 5 دقیقه اضافه تره. برو ورژن فارسی قرآن رو گوش کن، یا اصلا حوصله گوش کردن رو نداری میگی که 5 دقیقه برای قرآن زیاده؟ برو 1 دقیقه خودت مطالعهش کن، به والله که 1 صفحه شاید بیشتر از 2-3 دقیقه وقتت رو نگیره. اصلا کتاب قرآن هم نه، فکر کن یه کتاب ساده است، برو فارسیش رو مطالعه کن، علمت بیشتر میشه عزیز من. به والله که قرآن چیز خوبیه، دین کلن چیز خوبیه. اینطور که اینا دارن نشون بهتون میدن اصلا توجه نکنید. مثلا یارو میاد به یکی دیگه مشکل داره میگی بیا لخشیم. این چه جور منطقه واقعا؟ من نمیگم بیا شما حجابت رو رعایت کن یا نکن، دارم میگم از آدم درست حرفش نو، احساسی رفتار نکنید، ببینید راه درست کدومه، بذارید هر حرفی که دلشون میخواد رو بهتون بگن.
شما کار خودتون رو انجام بدین. من نمیگم که بیا خدا پرست باش یا نباش، اصلا برای من مهم نیست، چون هر کسی رو توی قبر خودش میخوابونن. اما دارم نصیحتتون میکنم به عنوان داداش کوچیک‌تر یا بزرگترتون. سعی کنید که درست زندگی کنید، دنبال خرافات نباشید. منظورم دعا و اینجور چیزا نیستا. دعا و طلسم و سحر و جادو واقعا واقعیت داره و آثارش رو هم هر شب دارم به صورت 2 تا داستان براتون میگم که واسه هر کسی چه اتفاقات خیلی بد و دلخراشی افتاده. اما تو رو جون هر کسی که دوست دارید دنبال اینجور چیزا نیفتید، راه مستقیمتون رو برید. اگه فکر میکنید که کسی هم براتون دعا گرفته، توی چند تا ویدیو قبلی هم گفتم، بازم براتون میگم. توی دستتون یه مش اسفند و یه مش نمک بگیرید و 7 بار آیت الکرسی، 7 بار 7 قول و هر سوره‌ای هم که دوست داشتید بخونید و یه صلوات بفرستید. بعدش اسفند و اون نمک رو بریزید روی آتیش. هر دعا و سحر و جادویی که براتون گرفته باشن به کل باطل میشه. همونطور هم که بهتون گفتم 72 تا فرشته میان وارد خونتون میشن و وظیفه دارن که از زندگی شما محافظت کنن. خوشحال میشم که فردا شب توی کامنت ویدیو هام ببینم که در مورد قرآن فارسی صحبت کردید. با این کارتون واقعا که دلم رو شاد میکنید. دمتون گرم. خب سراتین، خیلی ممنونم که تا این لحظه از ویدیو با من همراه بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که حتما لایکش کنید، چون خیلی به من کمک میکنه. و اگه نظری، انتقادی یا هر چیز دیگه که داشتید حتما داخل کامنت برام بنویسید. و اگه شما هم داستانی خاطری ترسناک از خودتون یا آشناتون دارید که دوست دارید بقیه هم بشنون، فقط کافیه که با آیدی کانال تلگرامی که تو دیسکریپشن براتون تگ کردم پیام بدید و داستان یا خاطره ترسناک خودتون رو برای ما بفرستید. راستی اگه به این سبک از ویدیو هم علاقه دارید، فقط کافیه که کانال من رو سابسکرایب کنید تا هر شب 2 تا داستان ترسناک و خفن واقعی رو بشنوید و لذتش رو هم ببرید. و تا ویدیوی بعدی، خدا یار و نگهدار همتون.